جلسه که در نزد جنبش مهاجران هر یک هفته منتظمه هر یک هفته پوری با جلسه بزنم سو پروگرام سبب باید زیاد داره سبب یک کسی که گم شدگی از خانواده شخصانی هستند گفتگو بوده اینا بسیار از افشان سبب دیگرش هست که دنود از این دنو محکمه سبب سیمش هست که در کسی ایراپورت دیپارت هست این روزا جلسه مباحثانه که شخصایی که نوشتگیان نسبتی روبرو نکرد یک نسبتی خیلی همون شخصانی که اونا رو با کور آوردن اونا که مدتی در روز گرفتن نمیتونن پولی خودشون در بین شما شخصی هستن نشستن که خوب میدونن دیگر شخصایی که در اینجا بودن و یک گروهی نزدیک جنبش مهاجران از تاجیکان و دیگر ملت‌های در تاجیکستان بودن این گروه تشکیل شدن که نسبتی دیگر قوایی که معمولا با شما دشمنی می‌برن اونا تو من فشار آوردن چون که وقتی که ما میشینیم در این روان صحبت میشیم وقتی که شهروندی تاجیک علیه خودش همین نیست که چنین روزا هست بعد از اینجا برآمده رفتن و سپس با میخرد با داغستانی و با چچن با مقابل همین بچه رو میپرتید این در حقیقت یک سیستمی خاراکتری امروزه تاجیک است اون چیزی که حکومت بزرگ تاجیکستان هست دولت هست از دست اونها ناماده ایستاده است چون که پراکنده شدگی ملت تاجیک است مثلا از 100 نفر شهروندی تاجیک بیرون از دولت 50 با 50 همین به موزی ملتی میموند یکی به جای کور است برای من پیش از مکتوبی کلونه که در رساندن به حکومتداران تاجیکستان و به امروزه سفیر تاجیکستان آمدن در روسیه همین جلسه رفتن که آماده اشتراک میکنن مگر از سخنگویی من در این روزی که با شما هم صحبت شدن هست تجربه کلی ما که چقدر فاکتور وجودن که در وقت دیده برآمدن حجت شخصی تاجیک چقدر دیگرگونیه که از طرف اونها چقدر بهبودیه که بدبینی پیدا میشه یعنی در وقت اومدن مراجعت کردن با بغیر از این داخلای خودتون هست شخصانی که اونها هم چوره میبینن تمام علم قواعد دیده برآمده شده است عریضایی که اونجا زیاد است فقط راههای زده کوفتنی همون گروه ها با برگرداندن پول است یگام نفر یگام نمیلتی ممکن توجیه دیگرش باشه وقتی که شما را در چنین حالت ما در قسمی نداشتن دگاوری که سودی میگه با قسمی سودی حل کردن که من میتونم ماه و سالو دام کرد یک روز نه وقتی سود شما میبینید افوری میکنید همون جزادنامه کاری بعد این میبینید که همون نمیشه بعد رفته مراجعه میکنید که من دورم همون قرار پیش سود میره تو بعد از این سود سالها دراز میکشد ماها ممکن شود با بعض اصولها همین میموند بایستون و خودتون خوب میدونید که خود شخصانی که شما را فعال کرده با کار اینا خودشون یک قلب هستند جلاتا هستند اینا دیگر ملت هستند اینو که شما به میرون برید از دیگر طرف سوال با وجود میاد که جنبش مهاجران در وقتی هم صحبت میشه با شهروندان تاجیکستان در چنین حالت دیدن چرا جای کاری نمیکشه چرا ملت تاجیک نمیخواد کار کردن یکی این گناهگار اصلی جنبش مهاجران است که نماینده‌های خدمات است نماینده‌های دولت هستند نه در حقیقت جای کاری زیاد بودن آنها بودن و به صفت کار بسیاری ما را از آن پیش کردن که صفت کار وجود ندارد نسبت دیگر مهاجرانی که از یوگسلاوی از سربیا از ارمنی آمدگان اینا آن کار کردن نمیتونن چون ازبکایی که میبینن اساس کاری آنها چه زمین کنی است کلودشونی است در هر یک جایی که میریم وابسته به همین کار سرگردان است ملت تاجیک ملت‌هایی که در تاجیکستان هستند کاری همین آنها چه اینا یک شخصانی که با دگاور کار میکنن از 1000 1500 1300 در یک شبانه روز و یکی چقدر خودم که کار میفرماند این کاری تاجیک معلوم است که این برداشتن خیش برآوردن خیش این سیستم پادسون یعنی رزربوچ میگن روسیه دیگر یگان کار در بین 30 سال حیاتی ما 23 سال حیات دیگر گونه پیدا نشد نسبتی پیشرفتنی کوالیفیکاسیون تاجیک شخصی تاجیکستان البته از شخصانی که در اینجا هستن من میپرسم با بار دیگر از اونها که خواهش‌های دیگر دارن راه‌های دیگر دارن طرفداران ممکن از اون
بانی که تو مثلا دیگه شخصی که وقتی همین کار یک شخص گرفته پیش میبرد از بین 4-5 نفر پیدا میشه که این قواضای نوشته شدگی اونا از پیش خود نوشتگن. ما در یک بریگاد 20 نفریم. ما در یک بریگاد 20 نفریم از نوع خدا که در حالت بیچاره گرفته قواض میبرد شخص یکم همش روزگی میتین. بعد در یک هفته هم اونو دستکشی میکنن. برای همین من شما خواهید که چیکار کردن در کل جامعه توجیه که همین مسئله حل شد به بدبینی یک دیگر. مثلا برای چی من برادرم بگو را فرق کنید. شرطگی از خواست که من تیز میروم اینه که از البکتوی کلانترین همین شخص روبری کرد توجیه که 18 نفر برادرش شریف دیگه از پالاش همینو 1,560,000 پول همینو داده نشد. در 18 نفر 18 نفر پسر بچه هستن هست عریضش. روزش شد وقتی که کار پیش می رود می بیاد که همین روز شما در همین قدر سومی خواهد دادن. شما روزی هستید که ما روزی نیستیم. همین روزی که در همونجا کار میکند از 1,560,000 نفر 300,000 همینا سپرافکه ایشون میده که همینا گویا که از طرف توجیک اشتراف شده است. یکی نودوز کردن کار صفتی پاس کتی همینا ما مینوس کردگیم که پاس کردگیم 1,560,000 اومده به 1,260,000 میستی. بعدتر میگن که اینش در اونجا بود که خوب کرد خد بر دروغ بسیار در 950,000 پول میبید میسکد. 950,000 میگه چریز بانک میپرتون که تو این روز یکم نماینده دولت روسیه یکم شخص چریز بانک ممکن کمی باشه دادگی است دیگرش هم از دست پولش میگیره میتونه جواب میده. بین این دو برادر ما اینو دیگه نوری صحبت پیدا میشه. دو برادر میبید از دومی دیگران گام میزنن عریضه میرسن. لازم نیست. خودتون فکر کنید وقتی که شخص اومد مراجعت کرد برآمده رفت میدونی که دیگر کسا رو در این کار پیش میکنن که میخوان که حل این مسئله رو یابن. اینا رفته داغستانی رو یافتگن. داغستانی میگه я живу на Арбате, не прилету туда. И вот я готов помочь вашим гражданам. Ему объясняю в двух словах, что это невозможно сделать по-другому, потому что здесь между самих таджиков неразберух идет. شما که با نور گاز دیم باید با مولا هم گاز نید کو. عاقبت این کودکو بی پول بی چی طولو گشته ایستادن. برای حل چنین دشواری‌ها چی کردن لازم است. هر روز از روز دوشنبه استارت شدن باید پورا همون شخصایی که هستن طرفداری که از طرفداری خودشون هستن با امضای همون شخصا با فکر از خودش از نام هر کس نویسن من هم دم روزی هم در حقیقت همین عبدالله خواهش دارد که مزد کاری باید با طرفداری دیاسپورا گرانده داده شود 160 میلیون روبل اون پاکو بخوب است ندادن یکی نرسوندن این مکتوب از طرف ما با شخصی که ما حسی ملی داریم وقتی حسی ملی میبه یک نفر کارمند دیاسپور هم توجیک است به اونادی شما همینجا میشنم که برادر من تیارم برای ملت خدمت کنم همین عریضه رو جمع میکند اون برادر رنگ سعید جیگری تو همین رو جمع میکنند تلفن میکنند شید نشید این دو نفر فراموش میکنند عاقبت نه ایناش میشود نه از ویس ما از کی گیله کنیم از چچین از داغستانی از ملت خود اون چیزی که نمیشود باید شما دونید که نمیشود فقط یگانه که اگر برادر برای همین ناموس ملت باشد همین ما رو ندادن همین ملت ناموس هست همین رو ندادن مایلش ما بام ندادن هم بین شما یک نفر ما میستاد کدوم ساعت وقتی شده است همین گرد دادن که همون در دست هم بدبختان نموند همین پول همون دونن که ملت توجیه همین از گرفت برای همین ما اون وقت زیاد شما رو نمیگیرم بخش میپرسن که از راه دور آمادگی تام سر شما لیکن با نیت اومدین آینده کار چی میشه انا مرحمت برای که ما اشاره کنم مزونات همه شما بارید رو داده خط کسی نداشته باشد خدا دنیای عزیز هم چون که در غریبین کسانی شما از دیگه مسئله آمادگی هم با ما صحبت میشیم مرحمت به فکرهای شما میخوام گوش کنم اون که از دست ایران این دوستا میبیاد حرکتی اون است که مسئله که جواب میده مرحمت یا شاهزاده اسلامov یا
по поводу Гаджиева, он мой друг, я с ним пришел, я хотел бы узнать. Вопрос идет к тому, что еще коротко, что раз нам всегда надо решать. Раз нам всегда. Если вам хозяин собирается такую сумму деньги отдавать, вы день-два подумайте. Если мы говорим, вот эти деньги вам собирается отдать. Если в случае вас не устраивает, вы зовете других людей, якобы у вас получается, но люди потом получают мизер, тот, который написал заявление, остальную сумму восстанавливает для тех людей. Мисал, муло. Ну, 950 тысяч мы вам обещали вам дать. Но они ввели дагестанцу. Да. Если дагестанец получит 800 тысяч, не 950, 150 тысяч, так он мула отдаст таджикскому народу с собственным карманом. Совершенно это согласен с вами. Да. Спасибо за разъяснение. Да. Очень хорошие. Поэтому заявление есть у вас, вы работаете, газеты есть. Значит, вот сейчас выйдет новая газета, там все будут фамилии. Вот то, что написали, всех фамилий. Те, которые были вашими хозяевами. Это не родовых работодателей. Спасибо. Поэтому аромат, мальчик, если с вами кто не осгабл. Телефон григорий шоу. Номер телефона. Очень любой. Очень любой. Лакты жаным байбиштас хабсхонада. 4 моҳ аз моҳи апрел. Дженетон ном дурат. Саидбек Бахромович. Аз кадом солдан иштаган? Падраш мадани? Аз ҳамин моҳи апрел ҳамин доштем. Моҳи апрел, 4 апрел. Сабабаш? Сабабаш байки геранки доштем гуфта байки. Як баддон кадан? Баддон. Бача двор мекард. وقتی کارش کنم вот صحبت تلفنی هم رو داشتیم. همین داشتیم. من شما در خیلی خوب در میزنم. اهالی امروزه تاجیکستان نباید یک فرزند شما. اون دلیل آرزو است که همون کودک از اونجا برآوردن نکنه. آرزوی هر یک کودک. امروزه تاجیکستان همین قدر مقابلت تلفن که گپ زدم مثلا برای موبایل دیگران هستن. بحث‌های زیاد وارد میشوند سبب اساسی همین دارو است که ما رو بد می‌گیرن. این دارو است. همین بسیاری از نشستان در حبسخانه‌ها اینا همش دوار میکنن. بسیاری نشستگی بچه‌ها خود دوار میکنن. همونا را در حالتی که سر میکاپ یک نفر در نزدیکی ببینن پگو برده و محکم میکنن پول دیگرش میگن اینا جرمته اینا برده محکم میکنن. پگو از اون برای کی میخزه؟ اون عالی رو میخزه. همین کودک‌ها در بالا موندگی هم باید. این کارو نکنه پدرش میگه برای چی خانه اومدی؟ اونجا هم این کارو کردن. به یک خروی خوب کردن برآوردن فرزند شما دیده برآمدن. برآوردن وقتی میگه نه باید براید، باید نمی براید. در همین روزا حالتی وجود دارد که سودهای روسیه، دادستانهای روسیه و یا پورا میدونن که نه از طرفی روابط این روزه روسیه، نه از طرفی روابط‌های جهانی این شخصا با جنایت کشیده نمیشن. چون پدرش بگم ترسیدن لازم نیست که فرزند شما بیگناه است، شما باز شب و روز در دیوار لازم است که صدای همین رسد به روابط تاجیکستان. برای همین من شما در گنزوان میکنم. گفتن در رادیو، نوشتن پر از گازیت که فرزند شما بیگناه است. مکتوبات تولید کردن به نام پلیسی که هم روسیه هم تاجیکستان. پنجم مرتبه آخرم مرتبه شد زینب بنازی. اکو روز هفتم دیار شد. روزی هفتم شما داشتن که خودی پریگوار خوانده میشه. پریگوار خوانده میشه بعد مدت 10 روز ابجال میدارد. پریگوار میگیرد که ادوکاتون. ادوکات داشتید؟ یک تا ادوکات اون روز باید کردیم از بین بچه‌ها 45000 جمع کرد دادیم و آدم دیگر خیلی کاری باید بگیریم. این چی بکی هم خرانینی هم رسپاسترینی امنیت کردی سوگن. خیلی بگذارید که اون بچه همون چیزی داشتگی باشن جایی نه که باید هیچ کس باید کردی نه اینا باید بچه گفتی من همین پیتات کردن همین عذاب دادن همین باید کردن گفتم مجبور کردن بعد از 2 ساعت که جواب میتونم گفتم ما باید که با خورگی نه و همه زال سود بعد گپ زدیم با زبان تاجیکی های کرد ما از سودخانه برآورد شما حق من دارتون گفت ادوکات در حال اشتراک کرد ادوکاتش داشت ما اكو یگانه از بین شما اومدیم همین کارخانه بگی میگن یادم شد یادم میشه که شما در حالت اومدگی که روز دوشنبه سری суд داره این یگان روسا میگن که вы ничего не потеряли абсолютно вы правильно сделали пришли это точно не стали почему у вас приговор будет вашего сына он не виновен вы знаете адвокат знает что он не виновен все понятно Роман